احسنت کمال، این نه غزل، آبی حیات است. امروز بدین لطف و روانی سخنی کیست؟ درودی به پایان به هواداران کلام بده. خوش آمدید به صفحه 1000 کتاب. چنانه که از ابیات بالا درک نمودید، صحبت امروزه در اطراف اجازیات شیخ کمال خوجندی است. هر غزلی از دیوان بداعت نشانش در دیده باریک بینان صاحب کمال مبرا از عیب است و هر مضمونی بکر تازه فکر که مندرج است پسندیده اهل اقبال به شک و به عیب است. داری کمال جانه بر دوستان برافشان، عاشق جوه نارزد گر گلفشان ندارد. کمال خوجندی یکی از بزرگترین شاعران غزلسرای قرن 14 خلق تاجیک بوده. با غزلهای رنگین و دلاویزش مقام و مرتبه خاصه را اشغال نموده است. چکیده های کلک این استاد کلام بده از زمان زندگیش سر کرده تا دوران آخر به ایجادیات بزرگترین شاعران از جمله حافظ شیرازی، بدرالدین هلالی، خیالی بخارایی، سیدای نصفی، عبدالرحمن مشفقی و غیرها تأثیر پرنفوذ خود را گذاشته است. شاعر نامی در شهر باستانی خوجند دیده به جهان بگشاده تحصیل ابتدایی را در زادگاهش گرفته است. طبق نگاشته تذکیر نویسان تمام علمهای زمانش را به خوبی از بر نموده است. از جمله زبان و ادبیات عرب، تاریخ، کلام، فقه، تفسیر و تصوف را به پررگی فراگیر بوده است. شاعر بزرگوار با مقصد حج راه حجاز را پیش میگیرد و تبریز را که در آذربایجان ایران قرار داشت همچون مسکن دائمی اختیار میکند. سبب چنین انتخاب شاعر را همسرانش در باد و هوای خوش و فارم تبریز میدانند. ولی متاسفانه زندگی آرام شاعر در اینجا خیلی طول نکشید. پادشاه قیپچاق تختمیش خان به تبریز هجوم آورده همراه غنیمت‌های به دست آوردهش شاعر را نیز همراه به مرکز پایتختش شهر سرای که در نزدیکی استرخان امروز قرار دارد میبرد. دوری از یار و دیار روح شاعر را خیلی افسرده کرده بود و بدون شک و شبهه میتوان گفت که غزلی مشهوری دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب، محض در همین دوره روی کاغذ آورده شده است. بعد از آن که از جانب تیمور سرای ضبط می‌گردد، شاعر را دوباره میل برگشتن به دیار فرا می‌گیرد و او راه تبریز را پیش می‌گیرد، زیرا زن و فرزندش در آنجا بودند. آثار باقی مانده کمال خوجندی از آن جهت پرقیمت است که در آن سبک خراسانی با تمام ضرب المثل‌هایش به خوبی آورده شده است. طبق گفته زبانشناسان، شعر کمال با تمام فصاحت و زیبایی‌اش در دل و دیده مردم جا گرفته است. در زبان شعری کمال نابترین واژه‌های فارسی تاجیکی گرد آورده شده‌اند. سلطان تبریز حسین جلایری در نزدیکی شهر در موضع والیانکو به شاعر فیلسوف باغ تقدیم می‌کند که آن تا امروز باقی است و در آنجا آرامگاه شاعر بزرگوار قرار دارد. باغ والیانکو و مدفن شاعر بزرگوار تا امروز زیارتگاه کل مردم ادبیات دوست جهان گردیده است. یار گفت از غیر ما پیشان نظر، گفتم بچه‌اش. وانگهی دزدیده بر ما می نگر، گفتم بچه‌اش. گفت اگر یابی نشان نام ما بر خاک راه، برفشان آن را به دامنها گوهر، گفتم بچه‌اش.
گفت اگر سر در بیابانی غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما ببر. گفتم به چشم. گفت اگر گردد لبت خشک از دم سوزان ما، باز می سازش چو شمع از دیده تر. گفتم به چشم. گفت اگر گردی شب از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر. گفتم به چشم. گفت اگر داری خیالی روی وصف ما کمال، قعر این دریا بپیما سر به سر. گفتم به چشم. این بود معلوماتی مختصر درباره حیات و فعالیت و ایجادیات شیخ کمال خوجندی. تا برنامه‌های آینده شاد و خرسند باشید بینندگان گرامی.